ما فکر میکنیم که مواد مخدر یا مصرف اون از من یا خانواده من به دوره. ببینید اگر که ما سعی نکنیم سطح بینشمون رو بالا ببریم و خودآگاهیمون رو نسبت به دنیای پیرامونمون افزایش ندیم، متاسفانه مجبور میشیم که برای ارتباط برقرار کردن با دنیای بیرونمون به تغییر دهنده‌های خلقی رجوع بکنیم. حالا این تغییر دهنده‌های خلقی هر چیزی میتونه باشه. یه نفر تغییر دهنده خلقیش میتونه روز چند تا شات قهوه باشه، خب تغییر دهنده خلقیه. یه نفر میتونه که مشروب باشه، یه نفر میتونه مواد مخدر، تریاک و شیره و هروئین و الی آخر باشه. همه اینها تغییر دهنده‌های خلقیه. یه نفر میتونه افراطی شب نشینی کردن، رفیق بازی و حتی اینا بهتون بگم کار افراطی بدون برنامه که تداخلات اساسی در روابطش ایجاد بکنه اون هم یه نوع اعتیاد و یه نوع تغییر دهنده خلقیه. وقتی ما نتونیم رابطه خوبی با خودمون داشته باشیم، برای برقراری رابطه با خودمون مجبوریم یه تغییر دهنده خلقی چاشنی روابطمون بکنیم.